آرزومند روزیم که کشورمون و مردممون رو در اوج ببینم. ایرانمون خیلی دوست دارم سربلند باشه. این عشق به وطن رو نشون میده. خیلی دوست دارم. من ناراحت این قضیه هم الان که اینطوریه. چیا اتفاق افتاده که اذیت شدی؟ من چون آدم دردمندیم نمیتونم ببینم که من یه مریض عمل جراحی کردم خوبه، میبینم 6 ماه دیگه عود کرده، میگم چرا؟ پول شیمی درمانی نداره. خب خیلی ندارم، گریه میکنن. نباید مردم اینطوری باشن. اصلا این زیبنده این مردم ما نیست. همش میگن پول نیست پول نیست. اتفاقا نگاه پول هست. شما قطر نگاه کنید، چیزی نداره. امارات چیز اصلا انسان نداره، انسان تربیت شده علمی نداره، همش پوله. شما تو قطر برین، تو عمان خودمون هیچ نداره، یه پزشک درست حسابی نداره، ولی تجهیزات عالی ترین تجهیزات داره. من میخوام 2 تا تجهیزات بگیریم، پول نداریم. ما داریم سنگین ترین جراحی ها رو با ابتدایی ترین وسایل انجام میدیم. داریم تحمل میکنیم تا دردی رو کم کنیم. امیدوارم دیگران هم یه دردی داشته باشن که بتونن این درد مردم رو کم کنن. ناراحت کننده است یک پزشکی با این همه افتخارات پزشکی، این همه فعالیت که دارد، وقتی داره صحبت میکنه از خدمت به مردم، از کمک کردن به مردم، از تلاش برای درمان مردم، تحت تاثیر قرار بگیره و چشمانش پر اشک بشه. خیلی این